درود به شما. رجب میرزا هستم که برنامه‌های پادکست خبرنگاری ماسی را پیگیری می‌نمایم. چون همیشه که ما موضوعهای مهمی فعالیت ژورنالیستی رو بررسی میکنیم و در موسم این دفعه این پادکست آخرین ما است و ما تصمیم گرفتیم یک موضوع خیلی بحثناک رو مورد بررسی قرار بدیم. این هم ربط میگیرد به همراهی کسبی که سالها باز بحث ها سر آن ادامه دارن، اما هیچ یعنی که به یک نقطه مهم ما برسیم. و امروز وابسته به این ما تصمیم گرفتیم به استودیو دعوت نماییم نورالدین قرشبویف، رئیس انجمن یا اساسیاسیون ملی واسطه اخبار عامه مستقلی تویستان و دلربا صمد و راهبری تشکیلات دفتری آزادی‌های شهروندی را. خوش آمدید به استودیو و تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. خب بین از همین شروع کنیم که نورالدین، از همین که همین همراهی چی است اصلا و چرا باید ژورنالیست‌ها همراهی باشند؟ همراهی به اندیشه من این یک ظهورات اجتماعی است و هر یک گروه اجتماعی از بس که منفعت‌های مشترک دارند، هدف‌های مشترک دارند، برای رسیدن به آن هدف‌ها باید همراه باشند، در یک سمت کار کنند، دست همدیگر رو بگیرن، در حالتی به مشکل پیش آمدن کمک رسانند. ولی این همراهی باید از هر یک نفری که در این گروه اجتماعی از جمله گروه ژورنالیستان، جامعه ژورنالیستی، هر کس از خودش باید آغاز کنه. اگر خواهید که شما را در مشکلات کسی دیگر کمک رساند، شما باید خودتان هم همیشه آماده باشید که دست کسی دیگر را گرفته توانید. و همراهی باید در سخن نه بلکه در عمل باشد. متاسفانه در جامعه روزنامه‌نگاری ما همراهی بیشتر در حالتهای اضطراری به نظر میرسد، ولی در حیات روزمره ژورنالیستان فقط گپ در اطراف همراهی است، لیکن ماهیتاً آن همراهی وجود ندارد. خب ما سری سبب ها و حالت هایی که میبایست همراهی کسبی رو به وجود می آورد و متاسفانه نآورد، سبب های این البته برمیگردیم. حالا من میخواهم از دلربا بپرسم که مثلا اکن نورالدین گفتن که اون میتواند، یعنی یک معیار ندارد، به همه کسب ها میتواند خاص باشد. مثلا در کسب های دیگر، خب ما وقتی که همراهی میگیم خوشبختانه متاسفانه همیشه ژورنالیستان پیش نظر میاد. مثلا در کسب‌های دیگر همین چیز شما احساس میکنید؟ البته درست گفتن استاد، این یک منفعت کسب است، منفعت یک گروه است. بسیاری وقت منفعت‌های شخصی رو بالاتر از منفعت‌های کسبی یا از منفعت‌های گروهی میمانند. برای همین هم من فکر میکنم که یک گروهی، یک قشر جامعه، یک گروه، یک متخصصانی که برای عدالت، حقوق انسان، برای آزادی فعالیت میبرند با مشکل‌ها دچار میشوند. البته خوب میشد که این همراهی که در بین حقوق‌شناسا هم هست، ما انتظار هستیم که این زیادتر شود و به چشم عیان‌تر رسد، باید که از منفعت‌های شخصی، منفعت‌های گروهی رو، منفعت‌های کسبی رو بالاتر ماند. البته بین همین کسب‌ها رقابت هست، بین ژورنالیست‌ها هم، بین وسایل اخبار عامه هم، بین حقوق‌شناسا و ادوکات‌ها هم رقابت بد نیست، رقابت یک چیز خوب است، زیرا صفت فعالیت رو، مسئولیت رو زیاد میکند. لیکن نباید که وقتی که دچار مشکلی میشوند و اون انتظاری است که همکسبان متحد، همدل، همراه میشوند، نباید که منفعت‌ها شخصی و رقابت پیش ماند، باید که البته همراهی بلندتر مانده شود. خب من یک مشخص کردم میخوام، وقتی که درباره همراهی شخصی گروهی گفتم، بهتر است ما درباره همراهی که منفعت کسب رو بالا گذاریم. و البته این چیز، یعنی در حالت‌هایی که منفعت‌های شخصی و منفعت‌های گروهی بالا گذاشته میشن، هیچگاه ما نمیتونیم موفق شویم. درست است. ما درباره یک چیز عمومی صحبت داریم. اینو اگر در مجموع مخلاصه کنیم، پرینسیپ، گپ سری پرینسیپ‌های عمومی این هم فعالیت میرود. پس اگر که از این نگاه ما صحبت کنیم، مثلا سوال همین گونه پیش میاد که مثلا ژورنالیستان چی رو بین خود تقسیم کردن نمیتونن که به گروه ها تقسیم میشوند؟ چرا؟ ما گفتیم که ژورنالیست ها، هر یک ژورنالیست
амбитсии шахсӣ дорад. خب ҳар як гурӯҳи расонаҳо амбитсияи гурӯҳӣ доранд ва агар ин чиз амбитсияҳо дар асоси рақобати солим сурат мегирифт, дар он ҳолат бештар замина барои ҳамраҳӣ вуҷуд дошта метавонист. вале мутаассифона рақобати солим дар ҷомеаи рӯзноманигории Тоҷикистон вуҷуд надорад. ба андешаи ман ҳар расона, ҳар соҳиб расона бо ҳар роҳ мехоҳад худашро ширинтар кунад ва با کی میخواد شیرین تر کنه؟ متاسفانه این ظهوراتی هست که بیشتر میخواهند خودشان در نزد حکومت شیرین نشان دهند. خب و حکومت از این چیز خیلی ماهرانه، منصبدارای حکومتی را در نظر دارم، خیلی ماهرانه استفاده میبرد. پیش از همه بین رسانه‌های مستقل و رسانه‌های حکومتی تفریقه میاندازد و با این رو هدفهای خودش را اندازی میکند و در زمینه حتی گروه رسانه‌های خصوصی و جمعیتی و به اصطلاح رسانه‌های مستقل نیز همین گونه تفریق اندازی وجود دارد و برای منفعت مالی خودشان بیشتر گروه رسانه‌ها یا رسانه علاوه پرینسیپ‌های اساسی نه فقط همراهی رو بلکه پرینسیپ‌های ژورنالیستیک رو عمومی ژورنالیستی پایمال میکنن. تشکری زیاد اکه نوردین من فکر میکنم که ما با موضوع هرچی بیشتر نزدیک میشویم. ولی میخوام از دلربا بپرسیم که مثلا گپ درباره امبیسیا در اینجا گفتم و منفعت‌ها، شما همچون یک آدم خالص، همچون یک آدمی که از کخنه ژورنالیستی به قوله تا اندازه هم وارد هستی، ولی همچون یک مثلا آدمی خالص همین گونه مثلا جریان رو احساس میکنید؟ همین گونه یک امبیسیای شخصی و گروهی و همین چیز رو احساس میکنید؟ همچنین یک خواننده عادیتا؟ البته فرقیت بین رسانه‌ها، بین روزنامه‌نگاران به نظر میرسد. استاد چیزی مهم گفتن مستقلیت کسبی. ژورنالیستان، روزنامه‌نگاران، وسایل اخباری عمومی که بیشتر مستقل هستند یا برای مستقلیت روزنامه‌نگاران فعالیت میبرند، البته آنها را حتی رمانتیک‌ها میگویند. آنها اساساً برای منفعت‌های کسب فعالیت میبرند. ارزش‌های کسبی رو پیش میگیرند. درست. فشار میشوند، تهدیدها میشوند، پیش روشان را میگیرند، لیکن این رو به این نگاه نکرده اساساً برای مستقلیت ژورنالیستیک در عموم فعالیت میبرند. لیکن چون که درست من با استاد 100% راضی هستم، این همراهی، این رقابت سالم بین روزنامه‌نگارانی که به دولت تعلق دارند یا اینکه یعنی حکومت تعلق دارند یا اینکه با تجارت بسیارتر فعالیت میکنند، تو فعالیت تجارتی رو پیش میگیرند، یعنی شخصی برای مثلا تشکیلات‌های تجارتی، مؤسسه‌های تجارتی منفعت آنها برای مستقلیت ژورنالیستیک کمتر دیده میشود. ممکن که منفعت نباشد، من در نظر نوشتم که تلاش آنها، طلبات آنها برای مستقل کردن فعالیت ژورنالیستیک. برای همین هم اینجا هم امبیتس است و هم منفعت است و من فکر میکنم که چون که ما در یک قسمی برنامه گفتیم منفعت‌های کسبی رو باید که همه ژورنالیست‌ها نوابسته از آن که به کی دخل دارند و مقصدشون چی است، وقتی که ضرورت به پیش میاد باید که منفعتی کسبی رو به پیش ببرند، خاطر نبرند که آنها یکم درجه ژورنالیست هستند و پس از آن زیر دستی کار میکنند. تشکر زیاد. یک چیز باید تاکید کنم که ژورنالیستان در حالاتی که رسالت اجتماعی خودشان فراموش نمیکنند، تعیینات اجتماعی خودشان، در اون حالت ژورنالیسم رو قربانی تجارت نمیکنند. تجارت دیگر است. ما اعتراف میکنیم که در روزنامه‌نگاری نیز تجارت وجود دارد، یعنی بیزنس هستین، ولی همین رسالت اجتماعی خود را، تعیینات اجتماعی خود را نباید فراموش کنند. ببینید در همین مسئله مثلا تجارت یک بحثی بسیار جالب است. از یک جانب مثلا حتی ما کارشناسانی داریم در مثال عبدالملک قادرов که مشکل‌های اصلی مطبوعات مستقلی تویستان یک زمان به این وابسته دانست که گویا در آنها منیجمنت یا مارکتینگی
تجارتی درست برام مانده نشده بود و از همین خاطر مثلا گویا که قربانی مثلا بازی‌های سیاسی و اجتماعی شدن. گپ در سر آن است که کمبودی در منیجمنت رسانه‌ها وجود دارد. نه همه صاحب رسانه‌ها از اصول‌های منیجمنت معاصر استفاده کرده می‌توانند. نه همه سردبیران از منیجمنت آگاه هستند. سیاست رداکسیونی متاسفانه سیاست اداری رسانه‌ها مکمل نیست و همین چیزها نیز باعث کاهش یافتن موقع ژورنالیستیک در جامعه مساعدت میکند و همزمان پیش گرفتن راه‌های نامقبول برای پیش بردن فعالیتش از جانب صاحب رسانه‌ها به نظر می‌رسد. ببینید که نوردین در همین مورد یک تعبیر دیگر به خاطر من زد. سیم‌الدین دوستوف یا سید محی‌الدین دوست محمدیان که امروز یکی از صاحب رسانه‌های ما بود، یگان حدود 10 سال پیش یک تعبیر عجیب میگفت. مثلا میگفت که رسانه‌های تاجیکستان نظر به کشورهای دیگر از جمله حتی آسیای مرکزی میانه مستقل تر است به آن خاطر که مثلا در کشورهای دیگر دایره های تجارتی و سیاسی و مؤسسی این آن رسانه هستند. در ما اکثرا ژورنالیست ها هستند و به همین خاطر مثلا سیاست رداکسیونی استای اخبار عامه تا اندازه مستقل است. به همین چیز مثلا شما احساس میکنید همین چیزا یا این خوب است که یعنی مؤسسی اکثریت رسانه های مستقلی ما ژورنالیست ها هست یا بهتر است که مثلا گروه های سیاسی و مالی باشن؟ وقتی که گروه های سیاسی مالی فعالیت رسانه ها را نظارت میکنند خواه نخواه منفعت خود را پیش میگذارند. یعنی اونها هدفهای اما مثلا رسانه را حفظ کرده میتوانند؟ رسانه را کی؟ گروه های سیاسی و مالی مثلا گپ در سر آن که آنها میتوانند، لیکن گپ در سر آن که در دست آنها این رسانه ها همچون بازیچه استفاده میکنند برای رسیدن و در نهایت به هدفهای سیاسی هاشون. این خوب است که مثلا در تاجیکستان چنین گروه‌های مالی و سیاسی که فعالیت رسانه‌های و ژورنالیست‌ها را نظارت کنند به نظر نمی‌رسد، ولی کوشش‌ها هستند. ولی ما داریم البته نمونه‌ها مثلا در مثال آریانا میدیا و اینا داشتن. کوشش‌ها هستند. این یک بهانه است که از ناچاری صاحب رسانه‌های ما با راه‌های گوناگون با کارهای گوناگون دست می‌زنند به خاطر در فضای اطلاعاتی موقع پیدا کردن و فعالیتشون رو پیش بردن. این یک بهانه است. فکر می‌کنم که در ژورنالیستیک نیز حلال کار کرده، نان حلال پیدا کرده، آبرو پیدا کردن و رسالت خود را انجام دادن امکانات دارد. خب دل را برگردیم مثلا به این که این یا آن رسانه به کی تعلق دارد. بر شما مثلا همچون یک شهروند و حتی بگذار یک حقوق‌شناس برای شما بسیار مهم است که این یا آن مسئله بسیار مهم جمعیتی از طریق کدام رسانه گفته می شود؟ از مثلا یک رسانه حزبی یا سیاسی باشد یا تجارتی، برای شما مهم است همین؟ البته من میخواستم که فعالیت رسانه‌ها شفاف باشند، در بازی‌های سیاسی اشتراک نکنند، چون که آنها برای آزادی سخن فعالیت میبرند، برای دسترسی اطلاعات فعالیت میبرند. همچنین خواننده برای من مهم است که آن اطلاعاتی که خیلی برای جمعیت مهم است، برای منفعت‌های جمعیت مهم است، همون اطلاعات آزادانه پهن کرده ولی از کجا مثلا پهن میشود؟ از کجا؟ یا اینکه برای منفعتی که گروه‌های لابی و این چیزا اگر منفعت در حقیقت منفعت اساسی جمعیت باشد، پیشروی جمعیت باشد، دسترسی به اطلاعات، خوب میشد که همین منفعت‌های اساسی خود را، وظیفه‌های و وکالت‌های اساسی خود را اجرا کنند. دیگه البته ما هم درباره مستقلیت گفتم. مستقلیت ژورنالیستیک روزنامه‌نگاران و وسایل اخباری عامه این همچون مستقلیت ادوکات‌ها، مستقلیت سود مهم است و نباید که در زیر تأثیر یگان گروه باشند، حتی از جمله علل خصوص تأثیر گروه‌های سیاسی و مقامات‌های دولتی و حاکمیت دولتی. ببینید همین مسئله مثلا مستقلیت، تلاش برای مستقلیت باعث میشود که همه گونه کسب، فعالیت موردی مثلا استنتاق یا فشار قرار بگیره. از جمله ادوکاتورا که شما هم گفتید تقریبا حدود 10 سال است که
تا این زمان مثلا اینقدر مشکلاتی که ادوکاتورای تاجیک داشت حالا تا 10 سال پیش مثلا نداشت. پس مثلا گفتن ممکن است که اینستیتوت ادوکاتورای تاجیکستان تا کجا مثلا همراهی کسبی دارد و اون اگر مسائل پیدا شد اونها را چگونه حمایت کرد. من فرصت استفاده برده ادوکاتورا با روزشان ایدشان دیروز بود تبریک میکنم. ادوکاتوری ما گفتم ممکن است که هم جوان است و هم نه آنقدر جوان است. سالهای شوروی زیاده از 100 سال زیاده فعالیت می‌برد ادوکاتوری شوروی تاجیکستان. لیکن قانونی نوی که سال 2016 قبول کردن و مقصد از آن بود که این قانون مستقلیت و صفی ادوکاتورا رو بهتر میکند و زیادتر میکند و مستقلیتشون دستگیر میکند، لیکن در عمل برعکس شد. ادوکات ها حالا خیلی کم موندند، یعنی گفتم ممکن است که نو فعالیت خود را در اساس این قانون ادوکاتورا آغاز کرده ایستاده است، لیکن به این نگاه نکرده به این فشارها. البته فشارها هستند، ادوکاتایی که مستقل بودند و برای حقوق انسان ناترسانه فعالیت می‌بردند زیر پنجره هستند. هست گروهی از ادوکاتان که برای منفعت‌های کسبی فعالیت می‌برند، برای مستقلیت. نفرانی که مراجعت کردند و زیر مثلا در حمایت حقوق آنها، نفرانی که در جاهای محرومی از آزادی نگاه داشته می‌شوند یا اینکه برابری ادوکات در پرونده ها با پروکراتور و سود و دیگر اشتراکچیان مرافعه ها، یعنی با اون نگاه نکرده که ممکن اگر حتی رهبریت ادوکاتور نه اونقدر اهمیت داده ایستاده باشد، ادوکات های الهیده برای این خیلی اهمیت جدی داده فعالیت میبرند. در بین ادوکات ها مثلا یا که عموما خوشناسا همین گونه اندیشه است که فلان نفر ادوکات که امروز زندانی است یا مشکلات حقوقی دارد با سبب های مثلا بازی‌های سیاسی یا افتیدنش در همین گردارهای سیاسی با مشکلات روبرو شد، یا مثلا همه فکر میکنن که اونها به خاطر مثلا انجام دادن فعالیت‌های کاریشان با همین گونه مشکلات حقوقی روبرو شدن. چگونه مثلا مثال گذاری است؟ عموما نباید ادوکات رو با اون پرونده با اون مشتری که من حقوقش رو حمایت میکند آمیخته کرد. اگر ادوکات از حقوق شهروندی که وای برای مثلا جنایتی کشتار یا تروریسم یا دیگر نمود جنایت صادر کرده عیبدار شده ایستاده است حمایت کند، معنای آن را ندارد که ادوکات دستگیری تروریست است. البته وای ادوکات عموما وظیفه دولت را اجرا میکند. به مثالی روزنامه‌نگاران حقوق به حمایت رو ادوکات تأمین میکند، این وظیفه دولت است. آزادی سخن هم این وظیفه دولت است که تأمین کنند و این رو روزنامه‌نگاران با وظیفه دولت رو در عملیات تطبیق میکنند و نباید که برای تطبیق عهده‌داری‌های دولت که ادوکات و روزنامه‌نگاران سهم میگذارند سرزنش کرده شوند. از در دایره خودی حقوق شناسی چگونه بررسی میشود؟ مثلا همین حادثه‌ای که 10 سال اخیر پیش میآید. البته این اکثریت پرونده‌های پوشیده هستند. این علاقه بسیار شبهه عمل به وجود میآید. خود ادوکات ها بسیاری وقت به ادوکات میمانند، دسترسی به یاری حقوقی ندارند. آنها نسبت آن بعد آن یعنی شکایت یا اینکه عریضه ها یا اینکه آن مسئله هایی را برداشتند که یک رزونانس جمعیتی داشت یا اینکه واکنش های جمعیتی داشتند و ما این خیلی پرونده های حساس میگوییم، در پرونده های حساس اشتراک کردن آنها را سرزنش کردن. البته این شبهه زیاد را به وجود میارد. اون ادوکات هایی که با پرونده های شهروندی عائلوی یا دیگر پرونده هایی که از یک طرف مقامات های حکومت دولتی نیست، یعنی بین دو شهروند است بی ضرر بخاله درست اشتراک میکنن، اونها خیلی عاقبت ها رو دچار نمیشن. خب تشکری زیاد. اگر می‌بینیم یک عمومیت های بین ما و حقوق‌شناسان از جمله ادوکات ها در اینجا ذکر شد و پیشتر هم ما گفته بودیم. خب در همین مشکلی که مثلا ژورنالیست ها ما مثلا حدود یک سال اخیر که بسیار حدود 8 نفر ژورنالیست معلقه پس پنجره است، شما مثلا همراهی از جانب ادوکات ها را احساس کردید که ما عمومیت ها داریم؟ گفتیم ما عمومیت ها داریم در چند قضیه جنایتی که نسبت روزنامه‌نگاران بودن ادوکات ها شرکت ورزیدن، ولی طوری که دلربا گفتن پس درهای پوشیده برگزار گشتن مرافعه سودی امکانیت نداد که نه جامعه ادوکات ها و نه جامعه روزنامه‌نگاری توانند
дар ҳамин қазияҳо мавқею назари худашон иброз доранд ва дар сурати ҳукмҳои тӯлонии гирифтани ҳамкасбои мо як вокунише як ҳамраҳие аз худ нишон диҳанд. яъне сабабҳои субъективӣ объективӣ ҳаст ки барои зуҳуроти ҳамраҳии рӯзноманигорон, ҳамраҳӣ бо журналистон халал ворид мекунанд. аз ҷумла манфиатҳои молӣ ҳам манфиатҳои молӣ ҳам аст, манфиатҳои сиёсӣ ҳам аст. защита чест мундира чӣ мешавад? ҳимоя кардани ҳамон манфиатҳои гурӯҳию идорӣ ҳам ҳаст. ман фикр мекунам ки рисолати аслии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Тоҷикистон бояд пешгирӣ кардани ҳама гуна ҷиноят бошад. вале мутаассифона нисбати ин ҳамкасбои мо қазияҳои ҷиноятӣ боз карданд, тафтиш карданд, вале ҳамон меъёрҳои ҳуқуқие ки имконият медод ки дар бораи ҷараёни тафтишот ё дар бораи натиҷаи тафтишот, дар бораи он иттиҳоме ки нисбати рӯзноманигорон, мақомот ё прокуратура ё муфаттиш пешниҳод кардааст, мо иттилои комил надорем. бале мутаассифона. мавқеи ман ин аст ки ман ҳама вақт гуфта будам ки то он замоне ки дар Тоҷикистон ақаллан як нафар рӯзноманигоре ки ба арзишҳои рӯзноманигорӣ арз мегузорад бошад, ман дар паҳлӯи вай қарор дорам. хелеҳо ҳастанд ки ҳамин гуна андеша доранд. ҳамин чиз доранд, лекин барои он ки ман дар паҳлӯи вай бошам, барои ман иттилоъ лозим аст. ман донам ки ҳамин ҳамкасби маро барои чӣ гунаҳкор ҳисоб мекунад, чӣ гуноҳ кардааст ва мақомот бояд ин чизро ошкора гӯяд ки каси дигар такрор накунад. баҳрҳол шумо масалан эҳсос намекунед сӯистифода аз ҳамин ҳолат масалан ана ҳамин чиз ҳаст ва ин чиз бисёриҳо ҳам медонанд ки дар ҳарос нигоҳ доштан ва дар ноогаҳӣ нигоҳ доштани ҷомеа боиси ба ҳамин ҳолат гирифтор шудани рӯзноманигорон шуд. яъне аз сӯистифода кардан ҳаст. агар ки дар ҳақиқат касе гуноҳе содир карда бошад, гуноҳи ӯро исбот кунанд дар мурофиаи манзури ман аз сӯистифода масалан метавонист ки аз ҷониби адвокатҳо ки масалан бо пули калон ба ҳамин гуна қазияҳо ҳамроҳ шуданд ё ба ивази пули калон ин гуна ҳолатҳо буд. адвокатам касби худаш иҷро мекунад ва барои иҷро кардани фаъолияташ бояд подоше гирад. албатта баъзе адвокатҳо ба ислоҳ як муносибати хуб ба ҷомеаи рӯзноманигорӣ доранд ва метавонанд бо маблағи камтаре ворид ва тавре ки гуфтан барои онҳо арзишҳои касбӣ ва арзишҳои демократӣ як қадр дорад, моҳият дорад ва ба ҳамин хотир вай камтар. каси дигар мехоҳад ки масалан аз пушти ҳамон касбаш вай зиндагиша бояд пеш барад. ташаккури зиёд. лекин ин чизе ҳамин чизе ки мутаассифона мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мо дар ҷараёни боздошт кардану пешбурдани тафтишоту суд ба ҳамин пинҳонкорӣ роҳ медиҳанд ва мақсади аслии онҳо дар таҳлука нигоҳ доштани ҷомеа ва дар ноогаҳӣ доштани, яъне агар ки ман донам ки Хуршед Фозилов кадом гуноҳи содир кардааст ва барои баъди исботи ҳамон гуноҳаш 7 сол зиндонӣ шудааст, ман ба дигар ҳамкасбон мефаҳмонам ки ҳамин корро накунед, ба он хотир ки ин ҷиноят аст, ин ба манфиати шумо нест. ташаккури зиёд. боварии аҳолӣ ҳам кам мешавад. вақте ки эътимод ба мақомот ва дар ниҳоят ба ҳукумат коста мешавад. ба айби ки эълон карда шуданд, чунки рӯзноманигорон, адвокатон як қишри ҷомеа ҳастанд ки манфиатҳои ҷомеаро пеш мебаранд, дарди ҷомеаро мешунанд. ба воситаи онҳо ҳамчун як пул аст, яъне ба воситаи онҳо сухани аҳолӣ, фикри аҳолӣ, дарди аҳолӣ ба гӯши мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ меравад. як восита аст. агар ин воситаро сарзаниш кунанду аз байн баранд ва сабабаш кушоду равшан дар чӣ буданашро ба аҳолӣ нагӯянд, маслан қонеъ накунанд интизориҳоро, албатта боварии аҳолӣ ҳам нисбати ҳокимият кам мешавад. ташаккури зиёд. мо дар бораи албатта проблемое ки шуд аз ҷумла масъалаи ҳамраҳии касбӣ бибинед
ما سالی گذشته ما اون وقتی که دلیر و عبدالله بار اول با یک مشکلی حقوقی گرفتار شدن یک همراهی اول بله به نظر رسید یک جای سازمان های ژورنالیستی یک مراجعه نامه کردن که بعداً این مراجعه نامه ما دیدیم که باعث به اختلاف نوبتی شد. بله. خب یعنی شما در این باره قبلا گفته بودید که از همین حالت‌های گوناگون مثلا حکومت سوء استفاده میکنه با منفعت‌های خودش و سوالی اساسی همین است بازم که مثلا با فکر شما مثلا ژورنالیست‌ها چی رو مثلا بین هم تقسیم کردن نمیتونن. مثلا پرزیدنت در چند سخنرانی خود از جمله در 100 سالگی مطبوعات مسئله اساسی که بین ژورنالیست‌ها اختلاف با وجود می‌آورد مطبوعات مستقل و حکومتی رو در میان گذاشت و گفت این گونه مثلا تفریق اندازی نباید باشد. امروز چی است که مثلا همین تفریق اندازی وجود دارد در همه حالت، از دعوت کردن به نشست‌های مطبوعاتی آغاز کرده تا مصاحبه دادن به این یا آن نماینده استاد اخبار عامه، تقسیمات بازار اعلان رکلام و در همه حالت یک قاعده های نانوشته وجود دارد که و در بعضی حالت ها بی احتیاطانه بعضی منصبدارای دولتی با روی راست این چیز را اعتراف هم میکنن. در همه حالت همین تفریق اندازی وجود دارد و این چیز باعث با اون میشد که حتی بعضی من درباره امبیسی شخصی ژورنالیست‌ها هیچ چیز نمیگم. کسی که امبیسی ندارد و به هیچ چیز موفق نمیشه. امبیسی چیز خوب است، لیکن برای همون جای گرمی پیدا کردن، برای یک امتیاز صاحب شدن، برای مکافات گرفتن، برای آبونه، برای یک کمک مالی گرفتن، برای یک افتخار عنوان، همین از ناچاری با همین کار دست میزنن. ولی گپ در سر اون هست که هر چیز پنهان کردن ممکن، لیکن سردبیر فریب کردن ممکن، مؤسسه فریب کردن ممکن، این یا مقامات فریب کردن ممکن که به خاطر منفعت‌های خود، لیکن خواننده، بیننده، شنونده رو فریب کردن نمیشود و خواننده زیرک، تماشابین زیرک، شنونده زیرک احساس میکند که شمال از کدام طرف وزیده ایستاده. بله. و انا همین وقتی که تفریقه من فکر میکنم که اگر حکومت تاجیکستان جانبدار رشد آزادی بیان در تاجیکستان باشد، باید یک برنامه حکومتی دستگیری رسانه ها صرف نظر از منصوبیت یا شکل مالکیت باید همه خیلی چیز داشته باشد و همه گونه امتیازها، همه گونه کمک های مالی باید در اساس آزمون، آشکارا، شفاف دسترس کرده شد. به هر صورت بیاین ما اگر همین موضوع را به نقطه اوجش رسونیم یا خیلی روشن کنیم، همین است که با وجود مثلا چی خلل میرساند به همراهی نبودن کسبی ما، یعنی بسیار کمبغلی بازاری رسانه ها یا مثلا از حد زیاد نزدیک نبودن به پرینسیپ های کسبی و ارزش ها، چی مثلا به فکر شما اگر بیشتر چی؟ اگر در زینه های اولویت گذاریم، پیش از همه صرف نظر کردن از ارزش های ژورنالیستیک، پرینسیپ های اساسی ژورنالیستیک باعث به تامین نبودن همراهی آورده میرساند. او چیزی مالیوی و عامل های دیگر اجتماعی و دیگرش در درجه های دوم سوم میایستد. یعنی کسی میتواند همراه باشد، کسی میتواند انتظار داشته باشد از دیگر همکسب‌ها، باید ارزش های اصلی روزنامه‌نگاری را اعتراف کند و در زندگیش سرمشق فعالیت خودش قرار دهد. تشکری زیاد دیره. با من میخوام دانستان شما در یک از نشست‌های از جمله ژورنالیستی بسیار حالت‌های جالبی مثلا حمایه
و همراهی کسبی حقوق‌شناسا رو اشاره کرده بودید. با فکر شما من میخواستم در همین باره کمی روشن‌تر صحبت کنید و همچنین بگویید که آیا احساس کردید که جامعه ژورنالیستی مثلا برای همراهی کسبی و تلاش پرینسیپ‌های یک جایه و مثلا از جمله نسبت همکسبانی با مشکلات گرفتار شدهشون همه نیروی خود را صرف کردند؟ همین چیز احساس کردید شما؟ از دویم قسمتی سوال آغاز میکنم. البته من هم شاهد بودم و از این پرونده ها نسبت مقابل ژورنالیستان جوان دلگیر شده بودم، لیکن همچون خواننده، همچون یک شخص فعال، همچون شخصی که به ژورنالیستیک نزدیک است میدیدم که چی حرکت ها رو ژورنالیستان الهیده جوان، ژورنالیستان مستقل به راه میدهند. با من هم در تماس بودند، مصلحت میگرفتن، مثلا کدام ادوکات رو جلب کنیم، کدام استراتژی رو راه مونیم. یعنی البته به نظر می رسید که در الهیدگی ژورنالیست‌ها، روزنامه‌نگاران بسیار حرکت کرد. حتی عریضه های دست جمعانه هم بودند، لیکن به نظر من یک متحدیت نمی رسید. اساساً در پرونده های آخران، در خورشید فاضلوف بودن همراه او، لیکن همین همراه او همدلان رو باید که با متحدتر کرد. مثلا ما در بعضی محفل‌های ژورنالیستی این چیزا میشنوم که میبینن که از جمله نسبت قضیه خورشید فاضلوف گفتن که مثلا یک نوع یعنی مانده شدن ژورنالیست‌ها از همین گونه مثلا قضیه ها بهوده و بیهوده و میگفتن که شاید بی‌توجهی ما بهتر باشد، با اون خاطر که مثلا شاید دایره‌های فکر میکنن که با مثلا کمترین ژورنالیست رو به همین گونه مشکلات روبرو کردن حساسیت رو بیدار میکنن در بین ژورنالیست‌ها و بهتر است که یک نوع ما به تفاوت باشیم، اونها از همین چیز خلاص شون. این گونه مثلا اندیشه هم هست در بین. من فکر میکنم که همین نه اونقدر به نظر گرفتنی منفعت‌های کسبی، مثلا بسیاری وقت ما با ژورنالیستان در دایره پرس کنفرانس ها فعالیت میکنیم. ما از ژورنالیستان پرسان میشویم که شما میتونید که همون سوال‌هایی که برای جامعه مهم است و پرونده‌هایی که برای ما حقوق‌شناسا مهم است در وقت پرس کنفرانس پرسان شوید. سال‌های پیشتر یگان مشکلی نبود، سوال‌های ما رو میدادن، جواب‌ها رو میگرفتند، لیکن سال اخیر ژورنالیستان میگویند که آنها حتی امکانیت سوال دادن رو ندارند، چون که پرس کنفرانس ها اینها همچون یک صحنه‌چی پیشکی آماده شده گذاشته استادن، امکانیت سوال دادن ژورنالیستان رو محدود کرده استادن. مثلا برآمدهایشان رو مقامات‌های داخلدار میخوانند و همگی یک فرصتی کوتاه برای سوال جواب و برای فعالیت مستقل روزنامه‌نگاران میمانند و این خیلی پیش‌راهی آزادی بیان رو گرفتن، پیش‌راهی فعالیت ژورنالیستان رو گرفتن در یک چند جاها دیده میشود. البته این به واسطه به خطری ژورنالیستان، به خطری کسب دخالت نکند هم، لیکن محدود کردن حقوق‌های و وکالت‌های کسبی آنها پای در پای به همین چیز آورده میرسند که الکی برای همون فعالیتشان رو به مشکلی‌ها نگاه نکرده براه ماندن سرزنش میشوند و با این جوابگیری با مهلت‌های زیاد جوابگیری جنایتی کشیده میشوند. تمام امکانات‌های خود رو استفاده کردند و اون چیزی که نمونه‌هایی که مثلا دایره حقوق‌شناسا می‌کردند البته خسته هم شدند. ما هم خسته شدیم. این حادثه رو دیده، حالت‌ها رو دیده، دست‌ها پایان شدند. ممکن که نیت و امید نداشته باشند که بهتر می‌شود، لیکن این برعکس. من فکر میکنم که وقتی که فشار میبیارند و وقتی که به جوابگیری جنایتی میکشند، این مقصد اساسی بازداشتن کسب است، یعنی محدود کردن آزادی بیان است. برعکس باید مبارزه بود که حقوق انسان، ارزش‌های دموکراتی در جامعه ما باقی مانند. تشکری. همزمان مقامات باید در نظر داشته باشد که این اقدامایی که با محدود کردن فعالیت ژورنالیستی، با محدود کردن آزادی بیان، آزادی اطلاعات روانه شدن عاقبت خوب ندارد. این البته با همون اقلیم اینوستیسیونی سرمایه‌گذاری تاثیر میگذارد. این با مناسبات بین دولتی تاثیرگذار است. ما نمیتونیم فقط با امید سازمان همکاری شانگهای امید بندیم. ما نمیتونیم با فقط سازمان هایی که در دایره سابق اتحاد شوروی فعالیت میکردن امید بندیم. وقتی که ما میخوایم که جزء جامعه جهانی باشیم، ما باید اعتراف کنیم معیارهای بین المللی رو و آن رو
که موافق کنستیتوسیا اولویت دارن باید استفاده کنیم، یعنی تطبیق کنیم، رعایت کنیم. در اون حالت ما موافق میشیم که برای ما با پیشروی جامعه تاجیکستان موفق میشیم. یعنی در کنستیتوسیای تاجیکستان همچون دولت دنیوی دموکراتی اعتراف شده است، ولی متاسفانه ما همه روزه با حادثه های نقص معیارهای دموکراتی، نقص قانون ها دچار می‌شویم و یک رکن اساسی که ولایت قانون در جامعه است متاسفانه صرف نظر کرده میشه و این چیز در جامعه همون خودسنزوری رو زیاد میکند و از همین سبب هم متاسفانه در قضیه های آخری نسبت ژورنالیستی یک همراهی جامعه ژورنالیست‌ها به نظر نمیرسید و سبب های سوبژکتیو و ابجکتیوش بعضیش من قبلا گفتم. من فکر میکنم که این هم یک مدت پس از مثلا همین یک مدت چقدر است؟ مثلا اینا نسبت میدهند به اینکه شاید انتقال قدرت صورت بگیرد، شاید نمیدونم کدام یک گردش های دیگری سیاسی شود و بیشتری به اندیشه من کارشناسان فکر میکنن که همین جامعه تاجیکستان در یک مرحله قرار دارد که باید همون تبدیل قدرت یا که انتقال قدرت صورت گیرد و با کدام راه صورت میگیرد و پس از این چی میشود چی میشود خدا میداند. لیکن اکثر کارشناسان به همین امید میبندند که اگر همین حادثه رخ دهد شاید مرحله نوی رشد جامعه آغاز میگردد و در اون صورت، لیکن این همش خواب و خیال است. باید در چیزی که دیلربا گفتن این مبارزه است، مبارزه برای ارزش ها و این چیز همه روز باید اکتوالی باشد. در همین زمینه اگه نوردین شما بسیار خوب گفتید در ابتدا که مثلا همراهی کسبی این پیش از عمل است. بله. مثلا ما گفتیم درباره عملهای سازمانهای ژورنالیستی یا جامعه ژورنالیستی همگی سالی گذشته بود. بله. همگی یک اعتراض یا یک مراجعت نامه و بعد این دیگر تقریبا یعنی نشانه عمل عمومی بود که همه میدونستند. ولی از جانب سازمان‌های روزنامه‌نگاری و همزمان سازمان حمایت حقوق دیگر عمل‌های راه اندازی کرده می‌شوند که بغیر از چیزهای عمومی برای اعتماد پیدا کردن ژورنالیست‌های جوان به کسب، برای حمایت حقوق‌های آنها در حالت‌های علاهیده این کارا انجام داده میشوند. لیکن گپ در سر آن در این باره یعنی که نگفتن بهتر است. من یک مثال میبیارم. ماه فوریه یک نفر بلاگر رو بازداشت کردن از شمال تاجیکستان به دوشنبه آوردن. اون بلاگر جوان با ما همکاری داشت. همکسبان خبر دادن، گفتن که همین خیلی گپ و همین خیلی کار است. از بس که قبلا ما صحبت داشتیم با این ژورنالیست بلاگر جوان و بیشتر معلومات داشتیم که وای نه به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی شامل است، نه یگان نامعقولی دیگر کرده است، اندازش وقتش میسپره. ما اقدام کردیم همه امکانات‌ها، همه رابطه‌های خودمون استفاده کردیم و تو مقامات دستور رسانده توانستیم که اون اتهامی که نسبت این بلاگر جوان هست اساس ندارد. فقط همین را گفتیم که از بس که بلاگ این جوان بیش از 100,000 ابونه‌چی دارد و این بلاگ آزاد است، هر کس میتواند به اون شامل شود، از اون ویدیو برای خودش گیرد یا از اطلاعاتش استفاده کند. شاید او نماینده‌های احزاب اپوزیسیونی از همین چیز استفاده کرده و همین چیز یعنی گفتشنوس دیوان اقدام‌ها امکانیت داد که همه نسبت بلاگر جوان اون مواد را قطع کردن و او رو آزاد کردن و این یک نمونه خوردی همراهی برای آن که همین بلاگر جوان ما آزاد کنیم. بغیر از سازمان ها، بغیر از 5-6 سازمان، قریب 50 نفر هم روزنامه‌نگار هم آنهایی که خیرخواه روزنامه‌نگار بودن همین کار کردن که همین بچه تقدیرش
шикаста нашавад ва озодона фаъолияташ ва дар давоми 2 моҳи дигар шумораи обуначиёни ҳамин блогери ҷавон бо 10,000 зиёд шуд. ташаккури зиёд. албатта он чизе ки гуфта мешавад, масалан баъзе иқдомҳо оммавӣ набошанд. ин намедонам то куҷо таъсиргузор аст, аммо масалан дилрабо дар ҳамон маҳфиле ки мо гуфтем як иқдомҳои хеле ҷолибро аз ҷониби масалан хушносон гуфт, масалан табрик кардани ин ягон ҳуқуқшиноси дар паси панҷара афтода аз ҷониби тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ки таъсирнокии он албатта эҳсос шуд. ва боз чӣ намунаҳоро шумо масалан тавсия медодед? албатта набояд он ҳамкасбони мои ки ба ягон муҷозот дучор шудан аз хотир баровард. фарз кунем ки масалан онҳо ҷиноят содир кардан, яъне маъноро он надорад ки умуман онҳоро аз рӯйхати инсонигарӣ хат зад ё ин ки ҳамкасбони ё ҳуқуқ бо дар тамос шудан ё ин ки ба оилаи онҳоро хабар гирифтан надоранд. албатта бояд ки дастгирӣ кард. ин як мушкилӣ аст ки сари ҳамон журналист омад, сари оилаи омад. бояд ки дастгирӣ карда дар ҳамин вақт ҳам ҳамраҳии худро нишон дод, чунки аз ин афсӯс ки дар ҷомеаи мо ягон кафолат надорем ки мо ҳам бо ин дучор мешавем. афсӯс дар ҳамин шароит зиндагӣ мекунем. устод дуруст гуфтанд ки дар конститутсия мо муқаррар карда шудааст. инчунин мехостам ки моддаи 5 конститутсияро хотиррасон кунанд ки дар бораи арзишҳои олидоштани ҳуқуқи инсон гап мезананд. Тоҷикистон ба ғайр аз грантҳо, ба ғайр аз сармоя, инчунин обрӯи худро дар имиҷи худро дар арсаи байналмилалӣ метавонад ки аз даст диҳад, чунки маст дар бораи ин парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати рӯзноманигорон, парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати адвокатҳо, ҳисоботҳою пешниҳодҳою тавсияҳои зиёд Тоҷикистон қабул карда истааст ки пеши роҳи онро гирифта ҳамаи онҳоро озод кард. ва ҳамаи ташкилотҳои байналхалқӣ аҳамияти махсус ба ҳамин дода. ин як далели он аст ки шароиту иҷроиши ҳуқуқҳои инсон дар арзишҳои демократӣ дар Тоҷикистон паст шуда истодааст. яъне ин як зарар ба имиҷи байналхалқии Тоҷикистон расонда истодааст. хуб, албатта он вокунишҳо аз ҷониби созмонҳои ҷаҳонӣ ва ҳуқуқи инсон албатта хубанд, вале мутаассифона ҳаводиси чанд соли охир дар зеҳнияти ҷомеа як тафаккур, як мафкураеро ба вуҷуд овардааст ки гӯё ин созмонҳо дигар ба таври ҳамин формалӣ, номиналӣ ҳузур доранд ва ҳеҷ таъсире ҳам надоранд мутаассифона. хуб, ман бисёр мехостам, чун фурсати мо хеле кӯтоҳ аст, аллакай гуфтем дар бораи масалан таъсиру ҷойгоҳи созмонҳои байналмилалӣ, имкониятҳои журналистҳо, ҷомеаи журналистӣ ва созмонҳои мо, вале чӣ корҳоро масалан бояд мо анҷом бидиҳем ки ҳадди ақал мо ҳамраҳии касбиро касб намоем? чӣ аст акай Нуриддин? ва баъдан ман фикр мекунам ки ҳоло бармаҳал аст, вале мо ният дорем ки дар ҳамкорӣ бо созмони ҳимояи ҳуқуқ фақат онҳое ки дар Тоҷикистон қарор доранд як нақшаи амале дошта бошем ки қадам ба қадам барои ҳифзи манфиатҳои касбии рӯзноманигорон чорабиниҳо амалӣ кунем, то ки пеш аз ҳама эътимоди худи рӯзноманигорон ба худашон барқарор шавад ва онҳо арзишҳои умумибашарӣ ва ҳамзамон арзишҳои касбии худашонро дуруст фаҳманд, дарк кунанд. ва ҳатто ман ду рӯз қабл дар назди ҳамкасбон гуфтам ки журналистика ин як касбест ки рискҳои гуногун дорад. касе ки тарсончак аст, касе ки масалан мавқеи мушаххаси шаҳрвандӣ надорад, беҳтар аст ки ба дигар касбҳое ки барои зиндагиро пеш бурдан осонтар аст ба он чиз даст занад. ва вақте ки ин арзишҳоро онҳо дарк мекунанд ва дар амал татбиқ мекунанд ва ҳамзамон барои имконият фароҳам овардан барои журналистҳои ҷавон ки аз стандартҳои байналмилалӣ рӯзноманигиро огоҳ ҳастанд, имконияте фароҳам биёрем ки вай барои меҳнаташ, барои заҳматаш як ҳаққу заҳмати сазовор гирад. зеро ҳама гуна манфиатҳо дар заминаи ҳамон манфиати иқтисодии иҷтимоӣ пеш меояд. вақте ки вай шикамаш гурусна аст,
вақте ки вай муҳтоҷ аст вай истифода бурдан аз ҷониби гурӯҳҳо بسیار آسان میشه بودیم. мақомот хеле осон мешавад вақте ки вай аллакай медонад ки кор кунад و یک چیزی عجیب است از همین پرونده‌ای که الان ما در همکسبان ما هست اکثریت آنها از جمله همین خورشید هم که مثلا این کار نکردن که آنها کدام یک پولی ناچیز هم که باشد از جانب کدام یک گروه‌های گرفتن ما این چیز رو نمیدونیم و برای من گفتن این میش یعنی دلیل اگر آگاه میکردم که طوری که قبلا همین کار کردن و اون چیز هم کاری نادرست بود ژورنالیست‌ها رو با خیانت که جنایت خیلی واضح است متهم کردند و یگان چیزی پیشنهاد نکردند این طریق برنامه تلویزیونی این طریق یک فیلمی من اگر دونم که من برای اینکه نمیدونم برای من میگم که خورشید ناحق زندانی شد برای اینکه من باور کنم به این چیز من همه پیشنهاد کردم مقامات که خورشید با فلان سازمان‌ها همکاری کرد منفعت آنها رو در اینترنت یا در رسانه‌ها رعایت کرد یعنی منفعت آنها پیش برد و به همین خاطر 7 سال زندانی شد. شما چه نظر دارید دیربا؟ من نظر دارم که عموما قانونگذاری تاجیکستان خیلی خوب است و شرطی که اگر آنها را رعایت کنند. افسوس که تجربه از طلبات قانونگذاری دور است. قانونگذاری امکانیت‌های زیاد رو پیش بینی می‌کنند که لیکن در عمل نفرانی که باید که قانونگذاری رو به راه مانند یعنی مشکل‌ها دچار می‌کنند. من به همه ژورنالیستان از فرصت استفاده مصلحت می‌دادم که باید همه وقت شکایت کرد. وقتی که پیش راهی مستقلیت و پیش راهی دسترسی به اطلاعات رو می‌گیرن باید که شکایت‌های رسمی کرده مقامات‌های دولتی رو آماده کرد که باید که همه فعالیتشان در دایره قانون به راه مانند. و غیر از این من میخواستم که البته بین کسب‌هایی که برای حقوق انسان، برای آزادی، برای ارزش‌های دموکراسی فعالیت میبرند مثلا تشکیلات‌های جمعیتی، حقوق حمایت کنندگان، حقوق شناسان، ادوکات‌ها، روزنامه‌نگاران، جامعه شهروندی هم یک همراهی باشد. نه تنها در داخل گروه‌های خوردی کسب‌ها اینچنین بین همه جامعه شهروندی چونکه اقلا وقتی که با فشار و با تهدیدها دچار میشیم باید که با حمایت یکدیگر در اساس قانون حرکت کنیم. راجع من یک چیزی میخواستم اضافه کنم وقتی که درباره همراهی صحبت میکنیم من همون وقت همراه شده میتونم با این اون همکسب خودم که اعتماد داشته باشم که وای قانون رو ویران نکرد. بله. قانون رو میاره اخلاق رعایت نکرده است و همون وقت همراه هستم حقوق منفعت‌های او رو حمایت میکنم با همه راه و اصول‌ها وقتی که میدونم که وای حق است و برای حق خودش برای فعالیت کسبیش و حق خودش رو طلب میکنه در این حالت در پهلوی وای ما قرار داریم و من بسیار میخواستم که هر کسی که طوری که دلدارما گفتن شکایت میکند پیش از شکایت اندیشه کند که آیا وای همین خیل نیت دارد که شکایتش تا آخر برد یا که از نیمه راه گردد و همه را زیر ضربه تشکری زیاد واقعا موضوع همچنان که ما در ابتدا گفتیم سالها باز ادامه دارد متاسفانه به انجام خودم نمیرسد مثلا حالتهای زیاد ما داشتیم که باید یک همراهی را به وجود می آورد و ما دیدیم که از همین گونه در مثال نمونه هایی که آورده شد ما دیدیم و که چگونه از همین حالت سوء استفاده می شود. خب برمیگرده به همین مسئله اساسی البته همراهی کسبی به خاطر مثلا فعالیت های کسبی و آزاد بودن و مستقل بودن و چون اکثریت برنامه‌های ما رو من با یک تمثیل دائم تمام میکنم و این بار هم میخوام یک تمثیل رو وقتی که مثلا با من سوال میدهن که آیا خود را شما در جامعه ژورنالیستی آزاد مستقل حس میکنید و من پاسخ میدم که مثلا شما یک حالت را که رادیو یا تلویزیون یا اینترنت شبکه اینترنتی خبر میدهد که طبق معلوماتی اداره آب و هواشناسی امروز باران نمیبارد ولی شما از تلویزیون نگاه میکنید که برف یا باران باریده است
شما چیکار میکنید؟ با معلوماتی اداره آب و هواشناسی تکیه میکنید و با خودتون همون زانتیک یا چتر را نمیگیرید یا برعکس آن را با خود میگیرید. برای همین من به همکسبان خودم پیش از همه دعوت میکنم که هم به معلومات توجه کنم، به معلومات اداره آب و هواشناسی و هم تلویزیون خانه و اداره های خود را همیشه نگاه کنن که در کدام فضا ما قرار داریم. تشکر زیاد به مهمانان، تشکر زیاد به بینندگان ما. طوری گفتم این شاید در موسم نو آخرین برنامه پادکست های خبرنگار معاصر باشد، اما در آینده انشاءالله ما باور داریم که موضوع های دیگری خیلی مهم کسبی را همراه پیگیری خواهیم کرد.